دوستان چند تا نکته بهتون بگم در مورد بتون‌ریزی سطوح شیبدار یا همون دستگاه راپله. برای بتون‌ریزی راپله به هیچ وجه نباید از روانکننده استفاده بکنید. ما الان داریم بتون‌ریزی راپله رو با ستونا با هم انجام میدیم. ابتدا بتون راپله رو میریزیم بدون روانکننده، می‌خوایم اسلام پایین باشه یا اصطلاحاً بتون ما صفر باشه. بعد که خواستیم بتون ستون رو شروع بکنیم روانکننده بچه‌ها اضافه می‌کنن. بهتره که برای این قسمت ابتدا بچه‌ها اگه مهندس مشخص باشه پاگرد و بتون‌ریزی می‌کنن. بعد بتون رو بچه‌ها این قسمت می‌ریزن، یواش یواش با خود بیل حرکت میدن به سمت پایین. می‌بینید تو چند مرحله بعد بریزی. الان تو یه مرحله رمپ پایین و رمپ بالا رو بتون ریزی کردن، یه مقدار صبر می‌کنن بتون خودشو بگیره. بعد که بتون خودشو گرفت بچه‌ها مرحله دوم می‌ریزن و روشو ماله میکشن. حتما تو تیر میان طبقتون، حالا این قسمتی که موربه خیلی ویبره نمیتونید بزنید چون بتون حرکت میکنه به سمت پایین، ولی برای تیر میان طبقتون و پاگردتون حتما باید ویبره بزنید.